سلام علیکم. با میازید مسئله پایلوچ خواندن زنها در نماز را شرح میدادید. اگر فقط از عاشقی پا پایان باشد، در بعضی مذهب ها یعنی کفی پا را هم عورت نگفتند، لیکن بعضی مذهب ها پا را عورت میگن. بنابراین کسانی که پا را عورت میگفتند که آخر در مثال آنهایی که روی زن را کشادن را اجازت میدادند، آخر مذهب تو پای را پوش میگد. پای موردی توجهی مردها هست، یعنی کفی پا، یعنی پا را بیند آدم بها میتید بزن یا که رویش را، انیق رویش را. بنابراین یعنی که روی هم پوشیدنش فرض است، میگفتن خلاف از برای رو اینچنین برای پا هم، یعنی برای از خلاف برآمدن بهترش که پوشد پایش را. الله اعلم. اگرچه بعضی ها شرط نمیدانند.